بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك ما درسي خضرة دوام دهم بعون الله سبحانه وتعالى از کتاب بناء الافعال که این کتاب در موضوع علم صرف بحث میکنه. گرچند که تمام علم صرف را در بر نگیرد، ولی این یک گویم برای کشاده شوی شکلی که نام کتاب هم از این عبارت است که بناء الافعال، ساختی فعل ها را چخل میسازند. درس امروزی ما و شما آغاز می‌یابد آنجا که گفته است مصنف الباب الرابع. ما و شما پیش از این سه باب را گذاشتیم: الباب الاول، الباب الثانی، الباب الثالث، الباب الرابع. باید این باب ها را سخت از یاد کنیم برادران، برای خاطری به طریق خوب آموختن زبان عربی. در برابر آموزش زبان عربی دو فن خیلی هم ضرور است: صرف همین و نحو، المقدمة الآجرومی و دیگر کتاب‌های نحو. الباب الرابع، باب چهارم: فعل یفعلو. فعل یفعلو، نعم، یعنی باب چهارم از چی عبارت بوده است؟ یعنی از شش باب باز ما و شما در همین شش باب هستیم. از شش باب چهارمش اکنون گرفته ایستادیم. خب، باب چهارم از شش باب فعل یفعلو است. اهمیت داده باشد فعل ماضی بکسر العین است، یعنی که عینش کسره دارد، و فعل مضارع باشد بفتحها، یعنی همون عینش فتحه دارد. فعل یفعلو. موزونه، یعنی فعل هایی که در همین وزن چار می فرامدگی، بمانند علم یعلمو. اگر پرسند که علم یعلمو بابی چند است، تیز میگید که بابی چهارم است. اکنون برای خاطر آنکه شما اثبات کنید، باید که نشانی علامتی، یعنی گویم بابی چهار دانید که به طفیل این علامت بابی چهار از سه بابی پیش از خود و از دو بابی که بعد این می آید، بابی پنجم و بابی ششم، باید به همین علامت فرق میکنه. بنابراین می فرماد که و علامته ان یکون عین فعله مکسورا فی الماضی و مفتوحا فی المضارع. یعنی علامتی بابی چهارم از آن عبارت است که عین فعلش در فعل ماضی کسره دارد و در فعل مضارع چه؟ فتحه دارد، طوری که گفته گذشته. خب، و بناؤه ایضا للتعدیه غالبه. می فرماید ساخت و بنای باب چهارم نیز غالباً، یعنی در بسیار حالت ها برای تعدیه می آید، یعنی برای فعل های می باشد که وی فعل ها مفعول طلب می باشند. سوالی به میان می آید که فعل های هستند که در باب چهار باشند ولی مفعول طلب نباشند، لازم باشند. می باشد. بنابراین می فرماید که وقد یکون لازمه، بعضاً، یعنی گاه ها می آید فعل هایی که بر وضع چهارم باشد و او لازم باشد. مثال المتعدی نحو علم زید المسئله. مثال برای فعلی که وی مفعول طلب است، یعنی فعل فاعل بعد اون مفعول می آید، پرکننده. مانند علم، دانست. کی دانست؟ زیدون، زید دانست. چرا دانست؟ چرا دانست؟ المسئله، مسئله را. فهمیدید؟ نه.
این فعل چی بوده است؟ فعلی متعدی است. ما در درس یکم گذاشتیم، در باب یکم متعدی چیست و لازم چیست. و مثال اللازم، مثال لازم نحو وجل زید. وجل زید یعنی زید ترسید. وجل فعل، زید فاعل. کدام فعلی که به فاعل معناش تمام شود او را فعلی چی میگن؟ لازم میگن. کدام فعلی که به فاعل معناش تمام نمیشد، ناتمام میماند، محتاج به مفعول به می باشد، او را فعلی چی میگوین؟ فعلی متعدی می نامند، مفعول طلب. خیال میکنم که همین امروز کفایت میکند. صرف اینها را یعنی برایتون فرستاندگی هستیم. و صلی اللهم و سلم على نبینا محمد و على آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.